برادر عزیز ما شعری که تکلیف کردن به قدر امکان من خواندم میتیم. خلافت با آغوش خود نمیدونیم. هرگاه کنم یادی پدر بر لرزم آید دلم گویا که لرزان میشم هرچو بوسنگی منزلم از خانه من اما پدر یک بردن اما خورده رفت تا این که من آدم شدم درد و غمم را خورده رفت. خاطر این پدر باید خستم پدر جان سلامت باشتان راست بگم من 24 سال بازا همین حافظ همین دیار و حافظ وی من هم که زبید را نظم دارم دیگه امروزه دک حافظ دنیا سلامت باشید من منتدار از هر یک و یکی شما ها خدمات رو دیده خب خسته شدگه تا نمید خب تمام بیتیم ها بله شفتیم خب برای بچه های اینجا پرده کارانی هم همه نتایج که شما من تنظار شما
جواب میشه